من همین الان اینو زدم تو سرم، هیچ کار آرایش و مارایش هم نکردم، ولی شبم که میخوام بخوابم این روژو میمالم، لبه لافم هم اکثرا روژی، ولی پاک میکنم که هر ساعت شب که پا میشم خودم از خودم خوشم بیارم. خودم به خودم میگم 1000 الله اکبر، خدا رو 1000 بار شد که اینقدر به من زیبایی و همه چی. پا شدم از جام اومدم دم دستشویی مثلا دارم خودم خیلی تو زندگی رمز موفقیت خوش اخلاقی، مهربونی و دست بده. اگه یه دونه شکلات داری، اگر کمترین چیزو داری، سعی کنی که به یه دیگری هم بدی. هر کسی دستش تو جیبش نمیره و هر پولی به درد هر کس نمیخوره، اما اگر داشتی دست بده داشته باش و مهربون با خانواده، با همسر، با پدر، با مادر، با خانواده، زبون خوش. عزیز دلم قربونتون برم، خوبی فرم. من همیشه تو جیبم، بچه هم یاد گرفتم از این شکلات رو میگیریم. این بچه ها که میان و حالا پیر مرده، پیر زنه، بچه بغل مادری داره گریه میکنه، عقلش نمیرسه این بچه رو داره میاره میدونه. این دست بچه ها هم که میبینی هم قد خودش، کتف بچه از ها رفته ولی مادری تجربه نداره، همینجور میکنه. من میگم صبر، من اجازه دارم اینو ساکت کنم. میگه اصلا ساکت نمیشه، بغلش میکنم، یه شکلات در میارن. میگم من اجازه دارم اینو بدم به این بچه‌م. وقت مادری و پدری میگم من اینو که میدم این بچه ساکت میشه. با همین ببین نکشیدم میشه، فهمیدی که یه نفر توجهش به این بچه هست. آفرین. توجه به همه امور دور و براتون داشته. مردا از زن بهترن، با توان، قدرت، همه چی که دارن، ولی مثل یه بچه گول میخورن. با کوچکترین محبت را میپوشن، با کوچکترین عشق همراهت میشن. اما خانوما نه. من هم با مردا کار کردم هم با خانوما. وقتی حکم اینا رو میدادن، خانمه مثلا اگه 10 تومن اضافه بود گفت با خانم لطفی‌زاده چرا مال این 10 تومن اضافه تره، من صبح میرم اداره. اما مال آقایونی که میدادم گفت